سلام، من امیرم و اینجا آکادمی فیزیک امیره. این یک جلسه دیگه از درس فیزیک یک پایه دهم فصل سومه و امروز می‌خوایم از بخش دوم این فصل یک جلسه حل تمرین داشته باشیم. تمرین‌های درباره کار انجام شده توسط نیروی ثابت. بریم سراغ سوال اول. جاهای خالی را پر کنید. یکای کار در SI چیه؟ خب ژول مثل انرژی، کار و انرژی از یک جنس بودن که کمیتی توضیح دادیم نرده‌ای چون جهت نداره و فرعی یعنی چی؟ یعنی جزء اون کمیت‌های اصلی که در فصل یک باشون آشنا شدیم نیست. ب. مؤلفه از نیرو که بر جابجایی نقطه چین است کاری روی جسم انجام نمی‌دهد. گفتیم کدوم مؤلفه نیرو کار انجام میده؟ اونی که در راستای جابجایی باشه. کدوم کار انجام نمیده؟ اونی که عمود بر جابجایی باشه. پس مؤلفه از نیرو که بر جابجایی عمود است کاری انجام نمی‌دهد. پ. کار کل از نقطه چین کار انجام شده توسط تک تک نیروهای وارد بر جسم به دست میاد. این هم جلسه پیش گفتیم کار کل از جمع جبری کار انجام شده توسط تک تک نیروها به دست میاد، مجموع جبری یا جمع جبر. ت. اگر زاویه بین نیرو و جابجایی بین 90 درجه تا 180 درجه باشد کار آن نیرو نقطه چین خواهد بود. گفتیم که اگر نیرو زاویه‌ای که با جابجایی می‌سازه بین 90 درجه و 180 درجه باشه، یعنی زاویه بینشون زاویه باز باشه، اون موقع کار اون نیرو حتما منفی خواهد بود، چون ما می‌دونیم کوسینوس زاویه‌ای که بین 90 درجه تا 180 درجه باشه منفیه. پرسش دوم، درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید. الف. اگر زاویه بین نیرو و جابجایی بین 0 درجه و 90 درجه باشد کار آن نیرو مثبته. کاملا درسته. چرا؟ چون کوسینوس زاویه‌ای که بین 0 درجه و 90 درجه یه زاویه تون باشه مثبته، پس کار نیرو هم در اینجا مثبت میشه. پس اولی که درسته. قسمت ب. اگر نیرو و جابجایی همراستا باشند کاری انجام نمی شود. چه موقع نیرو کاری انجام نمیداد؟ گفتیم زمانی که برای جابجایی غیر صفر زاویه بین نیرو و جابجایی 90 درجه باشه. یعنی اگه شما یه جابجایی داشته باشید و نیرو بر راستای جابجایی عمود باشه، اون موقع است کاری انجام نمیشه. اگه نیرو و جابجایی همراستا باشن که حتما کار انجام میشه. پس این نادرسته. باید اینجا اگه می‌خواست درست بشه من گفت چی؟ اگه نیرو و جابجایی بر هم عمود باشند کاری انجام نمیشه. پ. کار کمیتی نرده‌ای بله و همواره مثبت است. گفتیم کار میتونه مثبت، منفی یا صفر باشه. برای یه نیروی غیر صفر و که ثابته و یه جابجایی معین غیر صفر گفتیم کار میتونه مثبت یا منفی یا صفر باشه، بستگی داره که زاویه بین نیرو و جابجایی چی باشه. بنابراین این عبارت هم نادرست میشه. کار همواره مثبت نیست، میتواند مثبت، منفی یا صفر باشد. ت. اگر نیرو بر جابجایی عمود باشد کار بیشینه است. تازه توضیح دادیم اگه نیرو و جابجایی بر هم عمود باشن کار صفر میشه، نه اینکه بیشینه ماکسیموم بشه. پس این هم نادرسته. دقت بکنید اگر یه نیروی ثابت معین داشته باشی و یک جابجایی غیر صفر معین داشته باشی، اون موقع بخوای با تغییر دادن زاویه ببینی کارت چه موقع بیشینه میشه، یعنی بزرگترین مقدار ممکن از نظر جبری میشه، زمانی اتفاق میفته که نیرو جابجایی دقیقاً همجهت باشن. چون اونجا کوسینوس تتا میشه چند؟ میشه 1. چون وقتی همجهتن تتا 0 درجه کوسینوس 0 درجه میشه 1. و اگه نیرو جابجایی بر هم عمود باشن بارها گفتیم کاری که نیرو داره انجام میده صفر میشه. 3. کار نیروی وزن در یک جابجایی افقی صفره. یعنی یه جسمی داری قاعدتاً یه وزنی داره، یه نیروی وزن رو به پایین با ام جی نشونش میدن. حالا گفته به صورت افقی جابجاش میکنم، یعنی دی چجوریه؟ به این شکل، مثلا به سمت راسته. زاویه بین دی و ام جی چیه؟ زاویه بین جابجایی و نیروی وزن 90 درجه است. بنابراین کار نیروی وزن در یک جابجایی افقی صفر میشه، همین چیزی که گفته و کاملا این عبارت درسته. مسئله سوم. به جسمی به جرم 15 کیلوگرم نیروی ثابت و افقی F اثر میکنن. پس یه جسمی دارم میتونم شکلم بکشه، اگرچه لزومی نداره ولی من میکشم که واضح تر باشه. جرمشو به من داده 15 کیلوگرم. گفته یه نیروی ثابت و افقی F، پس یه نیروی شبیه این F داره بهش اثر میکنه. گفته جسم با شتاب 0.4 متر بر میزور ثانیه، پس شتابش هم داده یادداشت کنم 0.4 متر بر میزور یا همون مربع ثانیه، مسافت 80 متر در جهت نیرو روی زمین افقی طی میکنه. پس دقیقاً دی هم در جهت نیروی F هستش. مقدارش رو هم به من داده. چقدر؟ 80 متر. پس جرمو داده، شتابو داده، جابجایی هم داده. چی رو میخواد؟ کار نیروی F مورد سواله. میگم خب یه دونه نیرو دارم و جابجاییش هم دارم. خیلی ساده است. کار نیروی F رو میخوام حساب بکنم. میگم در حالت کلی چی میشه؟ اندازه نیرو
ضرب در اندازه جابجایی ضرب در کوسینوس زاویه بینشون. این خب هم جهتن، کوسینوس زاویه بینشون میشه 0 درجه، یعنی همون حالت خاصی که اول بررسی کردم. پس WF میشه اندازه F ضرب در اندازه دی. کوسینوس 0 درجه میشه که نمی‌نویسیمش اصولا. خب میگم من الان دی رو که دارم ولی F رو به من نداده، ولی جرم و شتابو که داده، پس میتونم از قانون دوم نیوتن استفاده بکنم و نیروی F رو محاسبه بکنم. میگم الان به این جسم چه نیروهایی داره وارد میشه؟ میگم تنها نیرویی که داره بهش وارد میشه در راستای حرکتش همین F، چون درباره نیروی مقاومت هوا، استحکاک، اینجور چیزا اصلا هیچی ندارم. بنابراین تنها نیرویی که در راستای حرکت داره بهش وارد میشه نیروی F. پس مطابق با قانون دوم نیوتن برآیند نیروهای وارد بر جسم بر راستای حرکتش F که برابر میشه با جرمش ضرب در شتابش MA. خب نیرو به سادگی به دست میاد، جرم 15 کیلوگرم، شتاب 0.4 متر بر مربع ثانیه، حاصل میشود 6 نیوتن. بنابراین من الان نیرو رو به دست آوردم. میگم خب حالا این نیرو رو جایگذاری میکنم در WF، دی رو هم که دارم میذارم و WF به دست میاد. نیرو بوده 6 نیوتن، جابجایی بوده 80 متر، 6 ضرب در 80 480 ژول میشه کار نیروی F که بر این جسم انجام شده. تمرین چهارم که خیلی مهمه. در شکل زیر جسم به جرم 400 گرم را از نقطه آ از حال سکون رها میکنه تا جسم به پایین سطح شیبدار بلغزد. نگاه کنید یه سطح شیبدار دارم، جسمم اول بالای سطح شیبداره، رهاش میکنم میلغزه میاد پایین سطح شیبدار، یعنی جابجاییش دقیقاً در راستای سطح شیبدار. نگاه کنید جابجایی، مسیر جابجاییشه که دارم دقیقاً رو خود سطح شیبدار میکشم این طرفیه، یعنی دی من میشه این وتر این مثلثی که میبینی، نه این ضلع بزرگ این مثلث قائم الزاویه‌ای که اینجا دارم به عنوان یک سطح شیبدار. پس دی من مشخصه، از این بالا تا پایین میشه طول پاره خط آبی. حالا گفته کار نیروی وزن جسم در مسیر آبی چند ژوله. میخوام ببینم تو این جابجایی کار نیروی وزنم چی میشه. یه یادآوری بکنم از جلسه قبلی، یادتون میاد این مثالایی داشتیم به این شکل، جسمی بود روی سطح افقی، بعد یه جابجایی داشت دقیقاً موازی با سطح افق، مثلا به سمت راست جابجایی افقی، می‌خواستیم کار نیروی وزن اینو حساب کنیم. گفتیم نیروی وزنش که بعد رو به پایین باشه mg، و چون در این مثال خاص نیروی وزن من جهتش عمود هست بر مسیر جابجایی من، زاویه بین دی و نیروی من 90 درجه است، میگفتیم تو این مثال کار نیروی وزن میشه 0. تو خیلی از مسائل هم داشتیم دیگه چشم بسته رو میگفتیم دیگه، چون میگفتیم جابجایی و این نیروی وزن بر هم عمودن، پس کارش میشه 0 چون کوسینوس 90 درجه میشه 0. تفاوتش رو با اینجا ببینید. الان دیگه جسمتون روی سطح افقی نیست، روی سطح شیبداره. در این حالت دیگه کار نیروی وزن من 0 نمیشه. چرا 0 نمیشه؟ چرا؟ چون نیروی وزن تا الان رسمش بکن باز مستقیم رو به پایین دیگه، به سمت مرکز زمین، یعنی باید عمود باشه بر سطح افق. ام تو این شکلی میشه. الان دیگه زاویه بین ام جی و دی رو تو داری میبینی دیگه، دی در این امتداده دیگه، نه؟ پس زاویه بین ام جی و دی دیگه 0 درجه نمیشه. یه زاویه‌ای میشه که دقیقاً این زاویه برابر هستش با همین زاویه سطح شیبدار، این زاویه بالای اصلا زاویه آ که بگم این زاویه تتا باشه، این هم حتما تتاست. پس دیگه کار نیروی وزن اینجا 0 نمیشه. گفته حسابش بکنید. خب میگم کار نیروی وزن برابر با چی میشه؟ بنا به تعریف میشه اندازه نیرو که این نیروی چیه؟ نیروی وزن mg به شکل پارامتری ابتدا می‌نویسم mg ضرب در جابجایی من که از بالا تا پایین سطح شیبدار بود، مثلا طول سطح شیبدار رو که گرفتم این قسمت وتر که داره طی طریق میکنه، مسیر رو طی میکنه، اسمش گذاشتم d ضرب در کوسینوس زاویه بینشون که همین زاویه تتا است. ولی خب حالا یه مشکلی وجود داره، میگی جرمو که من داده شتاب جاذبه رو که میگیرم در اس آی 10، ولی نه دی رو دارم نه تتا رو دارم. ولی به شکل دقت میکنید این دی کوسینوس تتا به تو داره در حقیقت چی رو میده؟ اینجا دوباره می‌نویسمش دی کوسینوس تتا، چیزی که ظاهرا ندارمش. میگم دی کوسینوس تتا وتر مثلث قائم الزاویه هم ضرب در این زاویه. من میدونم برام تعریف میاد بشه ضلع مجاور، یعنی ارتفاع این سطح شیبدار که اسمشو من میذارم h به شکل پارامتری. پس دی کوسینوس تتا میشه h که میشه همون ارتفاع سطح شیبدار. به عبارت دیگه اینجا بشه دی کوسینوس تتا میتونه قرار بده چی؟ h. پس نیروی وزنم کاری که انجام میده w وزن، کار نیروی وزن میشه mg، به جای دی کوسینوس تتا میذارم h. حالا نگاه کن جرمو داری، جی رو داری، h رو هم روی شکل بهت داده. پس یادمون نمیره وقتی میخوایم کار نیروی وزن رو حساب بکنیم به طور کلی مستقل از اینکه مسیر چه شکلیه نگاه بکن ببین تغییر ارتفاع چقدره. اگه جسمت داره از بالا به پایین میاد ببین چقدر اومده پایین. اینجا به اندازه h که 20 متر بوده اومده پایین. اون موقع کار نیروی وزن چشم بسته میشه mgh. mg ضرب در تغییر ارتفاع. وقتی که جسمت رو به
پایین داره حرکت میکنه و این هیچ ربطی هم به شکل مسیرت نداره. این رابطه وقتی جسمت داره میاد پایین برای کار نیروی وزن همیشه درسته که حالا تحت یه نکته بعد از حل مسئله میگمش. خب بیایم حالا کار نیروی وزن برای این مثال حساب کنیم. جرم عموم داده 400 گرم که میشه 14 کیلوگرم، جی رو هم در SI میگیرم 10، اچ هم روی شکل تغییر ارتفاع رو به من داده 20 متر، پس حاصلم میشه 14 ضرب در 10 که میشه 4 ضرب در 20 میشه 80 جول. پس دقت میکنه دیگه کار نیروی وزنت صفر نشد. وقتی جسمی داره از بالا به پایین میاد مستقل از مسیری که طی میکنه، کار نیروی وزنت میشه mgh. ام جرم جسم، جی شتاب جاذبه، اچ تغییر ارتفاعت، نه طول این مسیرها، فقط تغییر ارتفاعت. برای من با اچ نشونش دادم که یادتون بمونه که در این مثال میشه 80 جول. خب کار نیروی عمودی سطح هم گفته حساب کنید WNO چجوری حسابش بکنم؟ میگم این چه شکلیه؟ بعد عمود بر سطحی باشه که جسم بر اون قرار داره. پس FN من عمود بر سطح همچنان، سطحی که جسم بر آن قرار داره. خب جابجایی هم که در این جهت بود، زاویه بینشون همچنان چقدر؟ 90 درجه است. چون زاویه بینشون 90 درجه، WN من همچنان صفر میمونه. پس دقت بکنید، همچنان WN تو صفر میمونه. چرا؟ چون نیروی عمودی سطح همچنان بر جابجایی در این شکل عمود هستش. چون نیروی عمودی سطح نیرویی که از طرف سطح به جسم داره وارد میشه و همواره به سطح عموده و جابجایی هم چون در راستای سطح، تو این مثال مجددا دی تو بر اف انت عموده و WN صفر میشه. پس دقت بکنید، مثال خیلی مهمیه، به جزئیاتش توجه بکنید که چرا کار نیروی وزن حالا صفر نشد ولی کار نیروی عمودی سطح صفر شد. حالا چون این کار نیروی وزن خیلی مهمه و زیاد پیش میاد، همین چیزی که اینجا دیدیم و الان در قالب یه نکته هم بهتون میگم. بیایم همون نکته‌ای رو که در اون مثال دیدیم در قالب این نکته کلی ببینیم، چون زیاد بهش بر می‌خوریم که بخوایم کار نیروی وزن رو محاسبه کنیم. حالت اول، هر موقع یه جسمی داشتی فرق نمی‌کنه از بالای سطح شیب‌دار رهاش کردی اومده پایین، نه اصلا رهاش کردی مستقیم اومده پایین، اصلا توی مسیر خیلی خمیده‌ای اومده پایین. چقدر اومده پایین؟ ارتفاعی که اومده پایین چه؟ دقت بکنید تغییر ارتفاعش. اصلا این شکل مسیر برام اهمیتی نداره، فقط ارتفاعش چقدر تغییر کرده در راستای قائم. در هر سه مورد اینجا من فرض کردم ارتفاعش در راستای قائم به اندازه h تغییر کرده. اگه تغییر ارتفاعش رو بدونی، جسمت هم اومده باشه پایین، یعنی یه ارتفاعی رو اومده پایین جسمت، کار نیروی وزنت میشه مثبت mgh. تمام شده رفت به همین سادگی. دقیقاً شبیه مثالی که الان دیدیم دیگه، جسم از بالای سطح شیب‌دار اومد پایین، W وزن رو که حساب کردیم چقدر شد mgh با علامت مثبت. حالا عکسش، اگه این دفعه جسم از پایین بره بالا، مثلا رو سطح شیب‌دار هولش بدی بره به بالا، بره بالای سطح شیب‌دار، چه ارتفاعی طی کرده؟ رفته به اندازه h. طول این وتره مهم نیست، فقط تغییر ارتفاع توجه بکنید. به اندازه h رفته بالا، یعنی اصلا مستقیم اینجوری پرتش کردی بالا، به اندازه h رفته بالا. یا اصلا روی مسیر خمیده عجیب و غریب باز به اندازه h رفته بالا. حالا که جسمت رفته بالا، کار نیروی وزنت میشه منفی mgh. پس موقعی که داره میاد پایین میشه مثبت mgh، موقعی که داره میره بالا منفی mgh میشه کار نیروی وزنت. این دوتا رو بهشون دقت بکنید، تو مثالای بعدی هم باز بهش برمیخورید. حالت سوم، حالت ساده‌ای که قبلا هم داشتیم، اگه جابجاییت افقی باشه، اون موقع کار نیروی وزنت چیه؟ صفره. یعنی اینجا تغییر ارتفاع نداری، h صفره، پس W وزنت هم میشه صفر. پس این سه تا حالت برای کار نیروی وزن همیشه توی ذهنتون باشه. سوال پنجم که تست کنکور تجربی همین سال 1404 بوده. گفته مطابق شکل زیر که میبینید یه جسمه و یه سطح شیب‌دار، جسمی به جرم 2 کیلوگرم، جرم جسم یعنی به من داده 2 کیلوگرم، به پایین سطح میلغزد، داره به سمت پایین حرکت میکنه. این جهت حرکت جسمته، یعنی داره از این بالا میاد این پایین. شبیه مثال قبلی که دیدیم. اگر بزرگی نیروی اصطکاک در این مسیر 1/4 وزن جسم باشد، خب کار نیروی وزن در این جابجایی چند ژول است؟ پس دنبال چی میگردم؟ کار نیروی وزن. این چیزی که میخوام. خب کار نیروی وزن رو تازه بهتون گفتم. مثلا نگاه کنید جسمتون رو به بالا به حرکت میکنه یا رو به پایین. اگه رو به بالا میره، کار نیروی وزن میشه منفی mgh. اگه رو به پایین در کل داره حرکت میکنه، کار نیروی وزنتون میشه مثبت mgh. اون داره از بالا میاد پایین دیگه، پس کار نیروی وزن میشه mgh با علامت مثبت. حالا میمونه فقط عدد گذاری بکنید دیگه. جرم جسمو که به من داده 2 کیلوگرم، جی رو هم که گفته بگیرید 10 نیوتن بر کیلوگرم در اس آی، اچ هم میشه تغییر ارتفاع، هم هیچ ربطی به طول این مسیر نداره، تغییر ارتفاع یعنی طول این زل میشه که خوشبختانه طول اون زل به من داده 10 متر، یعنی خودش همه چیزو به من داده. یه ضرب در 10 هم میخواد برای اچ که حاصل میشه چقدر؟ 200 ژول و گزینه 2 میشه پاسخ صحیح.
تمرین ششم، مطابق شکل زیر جسمی به جرم 2 کیلوگرم از پایین سطح شیبدار به بالای سطح می‌لغزد که سطح شیبدار دارم، این جسمم پایین سطح شیبدار گفته، حالا پولش داده، یه سرعت اولیه بهش داده، این داره میره به سمت بالای سطح شیبدار. اگر جسم 8 متر روی سطح شیبدار حرکت کند، یعنی چی؟ یعنی اگه فرض کن از پایین سطح شیبدار تا بالای سطح شیبدارشو بری، مسیری که حرکت میکنه ها، یعنی این وتری که اینجا دارم کلا میشه چقدر؟ 8 متر. به عبارت دیگه این وتری که دارم، این طول مسیرم که در راستای مایل هست، اگه بذارم دی میشه جابجایی من که 8 متره. پس طول این زل میشه همون جابجایی من که 8 متره. منظورش اینه وقتی میگه روی سطح شیبدار حرکت میکنه، اون طول مسیری که طی میکنه به اندازه طول این وتری هست که اینجا میبینی در این مثلث قائم مزاحم. حالا گفته کار نیروی وزن در این جابجایی چند ژوله. باز دقت کنید، دنبال کار نیروی وزن هستم. یعنی اگه اینجا اطلاعاتی درباره نیروی استکاک و سایر نیرو میداد، من دیگه دنبال اونا نمیگشتم، چون من اینجا دارم درباره کار نیروی وزن فقط میخوام اطلاعات کسب کنم. مثل سوال قبل که درباره استکاک هم گفته بود ولی مهم نبود، چون من کار نیروی وزن میخوام. میگم کار نیروی وزن چجوری حساب میشه؟ بر اساس نکته که گفتم، اگه جسمت از پایین به بالا داره حرکت میکنه، یعنی تغییر ارتفاع مثبت رو به بالا داره میره، کار نیروی وزنت میشد منفی mgh. ولی اگه جسمت داشت از بالا به پایین میومد، مثال قبلی، با کار نیروی وزنت میشد چی؟ مثبت mgh. حالا اینجا جسمم داره از پایین میره بالا، میبینی از پایین داره میره بالا، یعنی تغییر ارتفاعت رو به بالاست. اون موقع میگم کار نیروی وزن میشه چی؟ منفی mgh. تفاوتشو با مثال قبلی میبینی، اونجا جسمت داشت از بالا میومد پایین، کار نیروی وزنمون شده بود مثبت mgh. اینجا از پایین به بالا کار نیروی وزن میشه منفی mgh. به علامت دقت کنید. تنها چیزی که باقی میمونه که عدد گذاری کنم، جرمو که به من داده 2 کیلوگرم، جیرام در اس آی میگیرم 10 نیوتن بر کیلوگرم، چون چیزی نگفته، ضرب در اچ. ولی نگاه میکنم میگم به من تغییر ارتفاع رو نداده. تغییر ارتفاع چی میشه؟ میشه از اینجا تا اینجا دیگه، درسته؟ از این پایین تا این بالا میشه ارتفاعی که رفته بالا که اسمشو بذارم اچ. اینو ظاهرا به من نداده، ولی میگم اگه به شکلم نگاه کنم میتونم پیداش کنم، چون وتر اینو که به من داده، وتر این مثلث قائم الزاویه، این زل گذاری رو 8 متر، این زاویه هم داده 30 درجه اچ، میشه زل مقابل به زاویه 30 درجه، پس به سینوس 30 درجه ربط داره. یعنی اچ هم چی میشه؟ میشه طول وترم همون اندازه جابجاییم دی ضرب در سینوس 30 درجه دیگه، چیزی که قبلا هم درباره‌اش صحبت کردیم. خب میگم دی رو که به من داده این وتره رو 8 متر، سینوس 30 درجه هم که خودم بلدم 1/2، پس اچ هم برابر میشه با 8 ضرب در 1/2 یا 4 متر. پس اینجا ام رو که گذاشته بودم، جی رو هم گذاشته بودم، مونده بود اچ هم که من داده 4 متر، جایگزین میکنم، حاصلا میشه چقدر؟ میشه منفی 80 ژول. بنابراین کار نیروی وزنم در این جابجایی میشود منفی 80 ژول. پرسش هفتم که اینم سوال کنکور تجربی سال 1402 بوده. جسم ساکنی به جرم 2 کیلوگرم را از ارتفاع 1 متری زمین به ارتفاع 1.5 متری زمین میبریم و دوباره به حالت سکون میرسانیم. کار نیروی وزن در این جابجایی چند ژوله؟ یعنی باز کار نیروی وزن رو میخواد دیگه. پس مستقیم میرم سراغ رابطش. میگم خب کار نیروی وزن میشه مثبت mgh یا منفی mgh، بسته به اینکه از بالا به پایین میاد یا از پایین به بالا میره. نگاه میکنم گفته از 1 متری میبرمش به 1.5 متری، یعنی ارتفاع زیاد شده، رفته بالا، پس میشه منفی mgh. ما بقیش فقط عدد گذاریه، منفی رو یادم نمیره، جرمش 2 کیلوگرم، جی رو هم در اس آی به من داده 10، میمونه اچ، تغییر ارتفاعش از 1 متری رفته به 1.5 متری، یعنی کنه نیم متر تغییر ارتفاع داشته، نیم متر رفته بالا، پس اچ هم میذارم نیم متر. پس کار نیروی وزنم با یه ضرب ساده به دست میاد. 10 ضرب در نیم میشه 5، ضرب در 2 میشه 10، علامت منفی هم داره، میشه منفی 10 ژول و گزینه 4 میشه پاسخ صحیح. سوال هشتم، وزنه برداری وزنه‌ای به جرم 100 کیلوگرم را به مدت 5 ثانیه به طور ثابت بالای سر خود نگه می‌دارم. اگه این وزنه من باشه، جرمشو بهم داده 100 کیلوگرم و گفته این وزنه برداره اینو ثابت تو این مدت 5 ثانیه بالا سر خودش نگه داشته، یعنی داره یه نیروی مثل F وارد میکنه رو به بالا که در تعادل باشه با نیروی وزن این دیگه، نیروی وزن این وزنه که در تعادل ثابت بمونه. خب حالا چی رو خواسته؟ کاری که این وزنه بردار در این مدت انجام میدهد چند ژول است. خب من بخوام کارو به دست بیارم، برای کار نیروی وزنه بردار و نیروی F رو در نظر بگیرم دیگه، مطابق تعریف میشه FD کوسینوس تتا. تعریف کلیشو نوشتم. خب F رو که ندارم، D راستی چقدره؟ مگه نگفته اینو ثابت نگه داشته، یعنی تکونش نمیده، یعنی جابجاییتون چقدره؟ 0. پس میگم اصلا فارغ از اینکه F و کوسینوس تتا چی هستن، چون D 0
کاری که داره انجام میده هم میشه F ضرب در صفر ضرب در کوسینوس تتا که میشود 0 ژول. بنابراین هیچ کاری انجام نمیده و پاسخ میشود 0 بدون که اصلا بخوام برم سراغ محاسبه 0 و F و کوسینوس تتا برم، چون میدونم دی جابجاییم 0 وزن ثابته. این یکی از اون مثالایی است که نشون میده مفهوم کار در فیزیک با مفهوم کار در زندگی روزمره متفاوته. چون وزنه برداری که این وزنه رو بالا سر خودش نگه داشته واقعا از نظر عامیانه و روزمره داره یه کار خیلی سختی انجام میده، ولی از نظر فیزیکی هیچ کاری انجام نداده. چرا؟ چون جابجایی 0 بوده. بریم سراغ سوال دوم که اتفاقا خیلی پرسش پرتکرار و مشهوریه. جسم مطابق شکل از بالای یک سطح شیبدار به پایین آن می‌لغزد. بالای سطح شیبدار داره میره سمت پایینش و مسافت 10 متر رو روی سطح میپیماید. یعنی از این بالا که میاد پایین، مسافتی که طی میکنه، یعنی طول وتری که از این مثلث های مزاویه میبینید طی میکنه، اگه با دی نشونش بدم این میشود 10 متر. همینجا رو شکل معلوم کردم. اگر جرم جسم 100 گرم باشه، خب جرم جسم هم 100 گرم به کیلوگرم تبدیلش کنم میشه 1/10 کیلوگرم و نیروی استحکاک ثابت و برابر با 2/10 نیوتن باشه. پس نیروی استحکاک هم که من داده از نوع استحکاک جنبشی، چون جسم داره حرکت میکنه میاد پایین دیگه، پس از نوع استحکاک جنبشی مقدارش هم به من داده 2/10 نیوتن. دیگه چی داده؟ گفته همین تا اینجا کار کل انجام شده روی جسم خواسته. WT کار کل، W توتال مورد سواله. خب چطوری میتونم کار کل پیدا کنم؟ مراجعه بکنیم به اون چیزایی که جلسه قبل گفتیم. یه راه خوب برای پیدا کردن WT کار کل چی بود؟ این بود که بیام نیروهایی که وارد میشن بر این جسم رو تک تک شناسایی بکنم، بعد بیام ببینم هر کدوم از این نیروها جداگانه چه کاری روی این جسم انجام میده و بگم کار کلی که پس داره روی این جسم انجام میشه جمع جبری کل کار اون تک تک نیروها. پس برم سراغ شناسایی نیروها. چه نیروهایی بهش وارد میشه؟ خب واضحه، اولیش نیروی وزنه mg رو به پایین که کارشو به سادگی میتونم حساب کنم. دومی نیروی عمودی سطح یا همون Fn که گفتیم چه همیشه همواره عمود بر سطحی است که جسم بر آن قرار داره. بنابراین Fn هم باید عمود باشه بر سطح شیبدارم این شکلی. درست شد؟ پس این هم میشه Fn. حالا حواستون باشه جسمتون داره رو به پایین حرکت میکنه، یعنی جهت حرکتتون به این سمت بردار جابجاییتون این شکلیه. افکان نیروی استحکاک میخواد با جهت حرکت مخالفت بکنه، پس افکا دقیقاً میشه در خلاف جهت حرکتتون به این سمت. پس اینم شد افکاتون. نیروی دیگه ای ندارم. 3 تا نیرو هست، بعد کار اینا رو تک تک حساب کنم با هم جمع بکنم. پس میگم کار کلی که داره روی این جسم انجام میشه توسط همه این نیروهایی که هستن میشه کار Fn، یعنی کار نیروی عمودی سطح به اضافه کار mg یعنی کار نیروی وزن به اضافه کاری که نیروی استحکاک انجام میده، کار نیروی استحکاک W FK. اینا رو باید تک تک پیدا کنم و با هم دیگه جمعشون بکنم. خب WN که از همه ساده تره رو بذارید بنویسیمش. میگم خب این FN هم این سمتی عمود بر سطح شیب داره، جابجایی در راستای سطح شیب داره، یعنی با هم زاویه 90 درجه میسازن. خب اون نیرویی که عمود باشه بر مسیر جابجایی کارش صفره، چون کوسینوس 90 درجه صفره، پس WN که میشه صفر. کار نیروی وزنم که خیلی ساده است، بذارید اونم سریع حساب کنیم با توجه به چیزایی که امروز یاد گرفتیم. گفتیم کار نیروی وزن چجوری به دست میاد؟ نگاه میکنم جسمم داره از بالا به پایین میاد، پس مثبت mgh میشه. m جرم جسم، g شتاب اجازه بره دارم، h هم تغییر ارتفاع که از روی شکل میتونم تشخیصش بدم. میگم h هم میشه تغییر ارتفاع از اون بالا تا این پایین که منتقل شده، پس این میشه h من. یعنی همین زل میشه که زل روبرو به زاویه 30 درجه است تو این مثلث قائم مزاوی که همون سطح شیب داره من باشه. پس میگم h من چون زل مقابل به زاویه 30 درجه است میشه طول وتر که دی هستش اسمشو گذاشتیم، ضرب داره سینوس 30 درجه. دی رو که داریم 10 متر، سینوس 30 درجه هم 1/2، 10 ضرب در 1/2 میشه 5 متر. پس همه چیزو دارم میتونم حسابش کنم. جرمم 1/10 کیلوگرم، جی در اس آی 10، اچ هم که الان به دست آوردم از روی شکل 5 متر. پس کار نیروی وزنم میشود 5 ژول. میمونه قسمت آخر کار WFK. از همین الان میدونید منفیه. از کجا میدونید کار نیروی استحکاک منفیه؟ چون نیروی استحکاک در جهت مخالف جابجایی، طبق مثالای قبلی که دیدیم، پس میدونیم که حتما منفی میشه. بخوایم میتونیم رابطه اصلی هم بذارید دیگه، بگیم میشه اندازه نیرو ضرب در اندازه جابجایی دی ضرب در کوسینوس زاویه بین نیرو و جابجایی. خب کوسینوس زاویه بینشون چقدر؟ 180 درجه. این اینوریه اون اینوریه، پس کوسینوس 180 درجه که مطابق انتظار منفی 1 شد همون چیزی که از اول به عنوان حالت خاص بلد بودیم، نیرو و جابجایی که کاملا مخالف الجهت باشن
کاری که انجام میده میشه منفی اندازه نیرو ضرب در جابجایی. این چیزی که برای کار نیروی اصطکاک مدام باش برخورد داشتیم در قبل. خب دیگه عدد گذاری میکنم میشه منفی افکا 0.2 نیوتن جابجایی هم که کلا طول همین وتره بوده 10 متر همون دیه ضرب در 10 میکنم میشه منفی 2 ژول. کار دیگه تمامه. فقط میمونه که اینا رو جایگذاری کنم. به جای دبلیو ان میذارم 0، به جای دبلیو وزن میذارم 5، به جای دبلیو افکا میشه منفی 2. 0 و 5 5 با منفی 2 میشود مثبت 3 ژول کار کلی که توسط همه نیروها انجام شده روی این جسم. تمرین شماره 10 که اتفاقا اینم تست کنکور بوده، تجربی 1403. نیروی ثابت F مساوی با 40 I به اضافه CJ به جسم وزن 60 نیوتن که روی یک سطح افقی قرار دارد وارد میشد. پس دقت بکنید، من حالا مجددا اینجا می‌نویسمش. نیرو رو به شکل تجزیه شده به شما داده. 40 I به اضافه CJ. آخرام گفته تو پرانتز که همه این مقادیری که داده در SI هستن. پس نگرانی بابتمون نداریم. و آن را از حال سکون به اندازه D مساوی با 10 آی جابجا می‌کنی. یعنی بردار جابجایی رو هم بر حسب آی و جی تجزیه شده داده. البته دقت می‌کنید بردار جابجاییتون فقط مؤلفه X داره ها، فقط آی داره، جی نداره. یعنی اون مؤلفه جیش در حقیقت 0 بوده که نگفته. حالا من برای تاکید نوشتمش، برای خودتون می‌دونید. کار نیرو در این جابجایی چند ژول است؟ یعنی کار نیروی اف میخواد. جلسه پیش صحبت کردیم هر موقع با همچین موقعیتی روبرو شدی که نیرو و جابجایی رو تجزیه شده بر حسب مؤلفه‌های آی و جی بدون، کار نیروی F رو میتونی اینجوری بنویسی، بگی از 2 بخش تشکیل شده که این 2 بخش با هم جمع جبری باید بشن. مؤلفه های X تو یعنی ضریبای آی رو جدا در هم ضرب کن، مؤلفه های J تو مؤلفه های وای تو یعنی ضریبای J رو هم جداگونه در هم ضرب بکن، اینجا بنویس با هم جمع کن. مثلا اینجا اگه بخوام مسئله حل کنم و کار نیروی F رو پیدا کنم، میگم که ضریب آی چنده 40، اینجا ضریب آی چنده 10، 40 رو ضرب در 10 میکنم، اینجا 40 ضرب در 10 میشه بخش اول از کار نیروی F. بخش دوم چی میشه؟ میگه برو حالا سراغ مؤلفه های وایت یعنی ضریبای J رو در هم ضرب کن. اینجا خب 3 ضرب در 0 از اول مشخص بود که 0 میشه. بنابراین کار نیروی F در اینجا میشه 400 به اضافه 0 که میشود همون 400 ژول و گزینه دوم میشه پاسخ صحیح. خب من با حل این تست این جلسه حل تمرین رو به پایان میرسونم، اما به زودی با یک ویدئوی جدید و یک مبحث جدید که مبحث کار انرژی باشه با شما خواهم بود.